به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان گرامی. امروز با قاعده دیگری از قاعده های قرآنی خواهیم بود. قاعده دوم. ببینیم که در این قاعده قرآن عظیم‌الشأن به پیروانش چه هدایت ها، چه راهنمایی دارد. قاعده امروز دوستان گرامی قاعده حیاتی و ایمانی است. می توان گفت هر کس اگر به حقیقت این قاعده و وعده و مکافاتی که در پی عملی سازی این قاعده تعیین گشته است، وعده گشته است، به حقیقت فهم آن برسد و آن را درک کند، حتما در پی آموختن این قاعده و سپس در پی عملی سازی این قاعده خواهد بود. زیرا در پی عملی سازی این قاعده مکافات وعده شده که هر کسی در آرزوی به دست آوردن این مکافات است. قاعده چنین است: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خداوند عزوجل در اینجا فرموده هر کس که تقوای خدا را پیش نماید، پرهیزگاری را پیش کند، خداوند در هر سختی و مشکلات برای او راه حل مهیا می سازد و او را به گونه رزق و روزی می دهد که در گمانش نآید. از عبدالله بن عباس ترجمان قرآن، مفسر بزرگوار صحابگان، روایت هست که گفتن ینجیه من کرب الدنیا والآخره، یعنی خداوند عزوجل در اینجا برای هر کس که تقوای خدا را پیش می نماید وعده داده ایستاده است که از غم و اندوه و مشکلات و سختی دنیا و آخرت او را نجات می بخشد. تابعی بزرگوار شاگرد عبدالله بن مسعود و ابو ایوب انصاری و استاد زیادی از امامان و مفسران و محدثان تابعین که از با تقواترین یا پرهیزگارترین یاران عبدالله بن مسعود عنوان می شود، ربیع ابن خثیم، که حتی عبدالله بن مسعود برای این شخص می گفتند لو رآک رسول الله صلی الله علیه و سلم لاحبک، اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم تو را می دید حتما دوست می داشت. این تابعی بزرگوار در تفسیر این آیه فرموده است من کل شیء یضیق علی الناس، یعنی هر کسی تقوای خدا را پیشه کند، پرهیزگاری را خصلت خود قرار دهد، از همه آن سختی و مشکلاتی که مردم گرفتار می شوند خداوند برای او راه آسانی، راه کشایش فراهم می سازد. امام احمد حنبل و امام ابن ماجه و اینچنین امام ابن حبان از ابوذر غفاری روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیه را تلاوت کردند و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. ابوذر غفاری میگوید فجعل یرددها، پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیه را به تکرار خواندند، به تکرار این آیه را گفتن گرفتند، حتی نعست، حتی که مرا خواب غلبه کرد. و اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابوذر این جمله زیبا را گفتند، فرمودند یا اباذر لو ان الناس كلهم اخذوا بها لكفتهم، اگر همه مردم به همین آیت عمل کنند، همین آیه را دستور خود، سرمشق خود قرار دهند، لکفتهم، برایشان کافی است. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. قانون زندگی، قانون روزگار، قانون برآمدن از مشکلات، قانون رسیدن به فراخی رزق. هر کسی تقوای خدا را پیش نماید، خداوند از مشکلات او را با آسانی رها می کند، برای او حل مشکلات تدبیر می نماید و او را به گونه رزق می دهد که در تصورش نمی گنجد، در خیالش نیست، در انتظاریش نیست که از آن راه و به آن طرز روزی برای او می رسد. اما روزی که لطف خداوند است به آن گونه برایش می رساند که توقع ندارد. اینچنین ابن ابی حاتم رازی و امام ابن کثیر مفسران بزرگوار در ثنای این قاعده قرآنی روایت دیگری دارند که از عبدالله بن مسعود استاد ابن عباس، دیگری از مفسران و فقیهان صحابگان روایت شده که میگفتند اجمع آیه فی القرآن ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ان اکثر آیه فرجا و من یتق الله یجعل له مخرجا. یعنی جامع ترین، شامل ترین آیه قرآن آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى است و از همه آیه‌ای که کشایش وعده شده و رهایی از مشکلات وعده شده و از همه آیه‌ای که امید بخش است برای بنده همین آیه است، همین قاعده‌ای که مورد درس و مورد آموزش
امروزی برنامه ماست. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. پس هر کی میخواهد از مشکلات، چه آن مشکلات دنیایی است و چه اخروی، به زودی رها شود، خداوند او را رهایی بخشد و رزق او را فراخ نماید، به آسانی رزق و روزی به دست آورد. و ببینید که اینجا این قاعده قرآنی چی میگوید. این چیزهای محبوب را، این چیزهای پسندیده را برای هر انسان، این قاعده قرآنی متوقفی داشتن تقوا و پیشه کردن پرهیزگاری گردانیده است. هر کسی پرهیزگاری پیشه نماید، خداوند رهایی از مشکلات برای او تدبیر می نماید و رزقش را به آسانی برایش می رساند. تقواداری یعنی خدا ترسی، یعنی پرهیزگاری، یعنی از خشم و غضب خدا، اینچنین از عذاب خداوند که در آخرت برای سرپیچان و نافرمایان مقرر نموده است پرهیز نمودن. در هر میدانی که خداوند دستور داده، کاری را که انجام آن را سفارش داده، در آن میدان بودن. و اگر رفت به حکم ضعف انسانی، نافرمانی، سرپیچی، ارتکاب گناه، دست زدن به معصیت صورت گیرد، در حال به سوی خدا برگشتن و انابت نمودن و توبه و تضرع نمودن. این است مفهوم تقوا و این است مفهوم پرهیزگاری. این معنا دوستان گرامی، معنایی که در این قاعده ذکر شده که فراخی و رهایی از مشکلات ثمره پیش نمودن تقواست، در جای دیگری قرآن نیز تأکید شده. خداوند در سوره اعراف آیه 96 فرموده ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. یعنی خداوند عزوجل اینجا فرموده اگر اهل شهرها، اهل آبادی ها، یعنی منظور مردمان، ایمان بیارند و تقوای خدا را پیش نمایند، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، درهای برکت را از آسمان و زمین برایشان میکشاییم. یعنی وعده فراخی، وعده کشادگی، وعده وسعت در رزق و روزی در نتیجه ایمان صادق، ایمان راستین داشتن و تقوا و پرهیزگاری را پیش نمودن. پس دوستان گرامی بیایید در واقعیت زندگی یک بار بنگریم و این قاعده قرآنی را در حیات جمعیتی تطبیقش را یک بار ملاحظه نماییم، مشاهده کنیم. ببینیم در دایره دوستان خود، دایره خیشان خود، دایره آشناهای خود، ببینیم هر کسی که اهل تقواست، اهل نماز است، اهل تلاوت قرآن است، اهل ذکر است، با خدا آشناست، خوب اگر زن است اهل حجاب است، ببینیم که چقدر در خاندان و مال و فرزندانش برکت وجود دارد. ما خود به چشم خود برکت را در روزگار او میبینیم، مشاهده میکنیم، چون که این قاعده قرآنی و وعده الهی است. هر کسی در راه تقوا باشد، در زندگی او، در مال و فرزند او برکت عطا میگردد. و این چنین میبینیم که هر کس که از خدا بیگانه است، از قرآن غافل است، از راه دین و تقوا بیرون است، میبینیم که در افکارش اضطراب است، در روانش ناآرامی است، زندگیش و کارش برهم در هم است. هیچ امکان ندارد که کس در دوری از قرآن و دوری از آفریدگارش و دوری از طاعت و عبادت و بیگانگی از نماز و دین و شریعت خوشبختی را پیدا کند. همه ناآرامی باطنی، همه اضطراب روان، همه تنگدلی و تاریکی در درون چنین شخص جمع می شود. گرچند در ظاهر شخصی خوشحال و شخصی خوشبختم اگر نماید، به حقیقت محال است، چون که قانون الهی است که هر کس که از این راه بیرون شود فإن له معیشة ضنکا. خداوند در جای دیگر فرموده زندگی تنگ، با دلتنگی، با سیاهی باطن روبرو می شود که آن تاریکی و اون تنگی را بجز هدایت قرآن، بجز آبی چشمه ایمان چیز دیگری دور کرده شسته نمی تواند. پس هر کی خواهد از سختی و مشکلات به آسانی بیرون شود، گره های زندگی او به آسانی گشوده شوند و رزق و روزی او اینچنین به آسانی فراهم گردد، به این قاعده قرآنی رو آورد. قاعده و من یتق الله و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. امام ابن عطیه اندلسی در تفسیر نفیسی خود المحرر الوجیز حکایه آورده که مرد زمان خلافت حضرت عمر نزد ایشان آمد و گفت ولینی مما والله الله، مرا به منصب تعیین کنید، شما را خداوند خلیفه مسلمانان قرار داده، تعیین منصب ها در اختیار شماست، مرا کجای یگان منصب برای من بدهید. گفته درخواست کرد، خواهش کرد. حضرت عمر به این مرد گفت اتقرأ القرآن، آیا قرآن را میدانی؟ منظور حضرت عمر یعنی حفظ میدانی؟
این مرد گفت نه نمیدونم. حضرت عمر گفت معذرت، انا لا نولی احدا لا یقرأ القرآن، ما والی یا راهبری تعیین نمینماییم که اهل قرآن نباشد، شرطی راهبری این است که اهل قرآن باشد. میگه فتعلم الرجل رجاء الولایة فلما حفظ كثيرا من القرآن تخلف عن عمر. این مرد به هوسی که به منصب تعیین کرده شود رفته پشت حفظ قرآن شد، ولی چون یک عدد سوره های قرآن را حفظ کرد، یک مقدار حفظ کرد، تخلف عن عمر، دیگر نآمد. سپس روز حضرت عمر این مرد را دید، جای ملاقات کرد و گفت ما ابطأک بنا، چرا دیگر نزد ما نآمدی؟ کجا شدی؟ این مرد در جواب گفت تعلمت القرآن فاغنانی الله عن عمر و عن باب عمر. من رفته قرآن آموختم، خداوند مرا از عمر و از پشت در عمر غنی ساخت، بی نیاز ساخت. دیگر من نه به شما حاجت دارم، نه به پشت در شما، نه به آن منصب هایی که هوس داشتم. و این آیه ها را این مرد تلاوت کرد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و این آیه و من یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی هر کسی تقوای خدا پیش نماید، خداوند برای او گشایش ها می‌دهد و رزقش را به آسانی به او میرساند از حیثی که گمان ندارد. و این چنین هر کس که به خدا تکیه کند خدا برایش کافی است. این بود قاعده دوم قرآنی که پیشکش شما گردید دوستان گرامی، و امیدی تطبیق این قاعده ها در روزگار خود. خدا یار و مددگارتان.